یک عمر اگر سیاهی شب را گریستیم، تاریخ شاهد است که آزاده زیستیم. فریاد کردیم پیدار رفتیم، ما نسلی در دیده آزادگیستیم. به جای توپ و تفنگ قلم میزنیم ما، تاریخ طب سنتی را مثل ابن سینا دوباره رقم میزنیم ما. بر دوش میکشیم بدنهای تکه و پارچه را، ما کشف میکنیم طلوع دوباره را. سلام و درود خدمت تمام بینندگان، کسانی که ما را از چینل تماشا میکند و برنامه های ما را تعقیب میکند. هموطنان گرامی و دوستان ما عزیزان گرامی، ما سالها زحمات زیاد کشیدیم که بوته‌های رنگ و رنگ گیاهان نایاب را در افغانستان مروج ساختیم و بعض آنها بودن و بعض آنها را به حساب جاهای دور به دست آوردیم و آنها را کشت کردیم. میخواستیم که در افغانستان به دائم مروج شود، کسی نبود که ما را پوشش بده. طور مثال ما صبر زرد بود، درخت هورا بود، مثلا فعلا که بس ما در سر درخت های چای مکه یا تمر گجرات نمیده میشه است. ما از طرف این که ماه میزان یا ماه زمستان، ماه پاییز فرو آمدن نزدیک است که ما نمیتونیم جای نگهداری این گیاه ها را نداریم. بدبختانه همین گیاه هایی که به حساب طبیعی است ما پس از دست میدیم. و حال به شما نمایش امی گیاه چای مکه را به بالاتر میگیریم. ببینید که چقدر قشنگ و زیبا همه آنها در گل هستند و در صورتی که یک مریض یا هموطن ما ضرورت داشته باشه که به حساب از این استفاده کنه، چقدر خوبه. امی چای مکه دیگه که فعلا میبینین، این چای مکه را سعی کنین نگاه کنین که بدبختانه در سردی آب و هوا آمد، به می قامت بزرگی خود در حرارت سردی مقاومت نداشت. تقریبا ما در حدود 15 گلدان خود را از دست دادیم که نمونه دیگر درخت ماست که گلدان ما در حالت خوش شدن است. و این چاهای مکه که به حساب در حالت گل کردن دیگه است، بسیار به قد ضعیف مونده. چون مشکلاتی که ما داریم به حساب این است که ما زحمات و زیاد خود میکشیم و میخواهیم که به حساب هموطنان ما از تمام گیاهان طبی مستفید شوند و آرزوی ما برآورده شود که خدمت بتانیم به تمام هموطنان ما. اما بدبختانه که به حساب این گیاهای ما را به حساب ما را کس پوشش نمیده و اینها را به حساب به سطح تمام افغانستان بخواهیم که مروج بسازن. ما کوشش‌های زیاد میکنیم اما هر زمستانی که میاد تمام گیاهان ما نابود میشه. همه گیاهایی که به حساب به زحمت یک سال به دست میاریم در طرف زمستان ما جایی نداریم جای نگهداری، همه آنها به نابودی پای می ماند.